وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. استاد سلیمانی عزیز، میشه به آیات دیگر یا نشانه های دیگری هم اشارات مختصری اگر داشته باشین؟ چون شما گفتین که آیات و نشانه ها بیشمار هستن. اگر ما این گونه به هر نشانه بپردازیم، ما برای هر نشانه چند برنامه نیاز داریم. از هر گلستانی گلی میگیریم، اگر نه همونجوری که شما اشاره فرمودید که ما تفصیل بیشتر رو بعد ما فقط ما باید چند برنامه اگر به نشانه ها بپردازیم، چند برنامه درباره نحل یا همان زنبور عسل بگذاریم، چندین برنامه درباره تک تک موجودات بقر بگذاریم، درباره تک تک موجودات باید برنامه گذاشت و این رو میگذاریم به عهده خودمون و بینندگان هست. ما فقط دوست داریم که این یک فتوایی بشه. این تاکید ما هم بیشتر به خاطر این هست بر موضوع آیات که الله متعال در قرآن کریم بسیار این موضوع رو پررنگ کرده برای ما. و می‌بینیم در آیات فراوان، همونجوری که اشاره کردیم بیش از 1000 آیه الله متعال به آیات اشاره می‌فرماید که دور بر ما هستند و مثال‌های فراوان در آیات فراوان که قرآن کریم فراوان پر است از اینها. و خلاصش اینه که ما در هر گوشه‌ای که نگاه بکنیم، هر ذره‌ای میتونه که یک آیه و نشانه‌ای برای الله متعال باشه. وجود الله متعال و تفکر و تدبر در خلقتش و نظمش و وجودش و شگفتی‌هایی که در اون وجود داره و می‌طلبه که ما فرصت بکنیم و وقت بگذاریم روزانه درباره این آیات مطالعاتی بکنیم، درباره مخلوقات الله متعال و درباره اینها بیاندیشیم و به قدرت الله متعال که اینها رو خلق کرده میلیاردها از هر کدوم از اینها پی ببریم. من فقط دوست دارم به چند آیه همینطور گذرا اشاره بکنیم از کلام الله مجید که خود الله متعال برای ما مثال زد. آنچه که باز الله متعال مثال میزنه چون خودش ما رو میشناسه و ما رو خلق کرده، یقینا تاثیرگذارتره تا اون چیزی که خودمون بریم دنبالش. در سوره مبارکه روم از آیه 20 به بعد با این تعبیر شروع میشه. الله متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلقکم من تراب. از نشانه‌های قدرت الله متعال اینه که شما رو از خاک خلق کرد. ما از خاک خلق شدیم، از گل، خاک و گل کرد الله متعال، بعد سفالک شد، بعد آدم علیه السلام خلق شد از خاک. از خاک پیدا شدیم، نه از میمون. ما از خاک پیدا شدیم و یک انسان متکامل بودیم و الله متعال وقتی که آدم علیه السلام رو خلق کرد و علم آدم الاسماء کلها، همه چیزها رو بهش یاد داد، برخلاف اون چیزی که الان بیان میشه که انسان‌های اولیه انسان‌های بی فرهنگی بودن، غیر متمدن بودن. اولیش آدم علیه السلام که یک پیامبر الهی است و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین قالوا لا علم لنا. او معلم ملائکه هم وقتی ملائکه حتی در مقابل آدم علیه السلام در علمش کم آوردن. این موضوع این است که انسان‌های اولیه آدم علیه السلام که پدر همه ماست و الله متعال ایشون را از خاک خلق کرده و مراحلی که بعد از خاک بود و یک انسان کامل متکامل با هدف، با برنامه، با درک، با شعور، با درایت خلق کرد و از پهلوی ایشون، از خود ذات ایشون، حوا رو از پهلوی ایشون خارج کرد، مادر ما. و الله متعال در اینا اشاره میکنه که و من آیاتی ان خلقکم من تراب، من شما را از خاک خلق کردم. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، بعد بشری شدید که منتشر شدید روی زمین. و من آیاته، هر کدوم از اینو و من آیاتی ان آیه بعدی ان خلق لكم من انفسکم ازواجا، همسری از خود شما برای شما انتخاب کرد. چطور ممکنه که دنیا همه چیزش اتفاقی بوده باشه، تصادفی بوده باشه و این نظم و شگفتی رابطه بین زن و شوهر و تفاوت مرد و زن و تکامل جسمی و روحی مرد و زن با هم و حکایت زاد و ولد، همین اینها همینطوری وجود اومده باشه؟ چطور ممکنه آخه؟ چطور ممکنه؟ اینقدر نظم و شگفتی، اینقدر تکامل و نیاز دوتا به هم، همینطور بدون همینجوری چیزی؟ بدون این چیزی همینجوری؟ کدوم عقلی باور میکنه که در یک کارخانه ای انسان وارد بشه، یک ماشینی رو آدم ببینه بگین ماشین، ها این ماشین همینجوری خودش به وجود اومده دیگه، خودش به وجود اومده، خودش کی کدوم عقلی قبول میکنه؟ میگن آقا بابا این همه نظم، این همه
نظم بین دستگاه‌های مختلف، بخش‌های مختلف ماشین، نظم حتی محل قرار دادن پیچ، محل در، پنجره، شیشه چقدر نظم داره، مرتب همه چی یک شکل کامل. این همه نظم، این فکر میخواد، درایت میخواد، هنر میخواد. همینایی که میگن ما میمون بودیم، میگن ببین هنر فلان کارخونه رو، هنر فلان مهندسا رو، ماشاءالله مهندسای فلان کشور چقدر هنرمندن. وقتی به ذات خودشون میرسن گم میکنن خودشون. اینا ریشه ها داره. کار ان شاء الله باز بهش بررسی خواهیم کرد که این ریشه های غفلت از کجا ایجاد شده، که چرا ایده به این غفلت رسیدن با وجود فطرتی که در وجود انسان ها هست. این یکی از موضوعات بسیار مهم همین مسئله است. درست. لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات. در این خود همین بحث زن و شوهری آیات است لقوم یتفکرون، کسایی که فکرشون رو به کار میندازن. اون کسی که فکرش رو قفل کرده بسته میگه نه آقا من میمونم، من حیوان زادم. خب این نمیخواد استفاده بکنه از فکرش. وگرنه یک کمی انسان فکر بکنه چطور انسان میپذیره همچین حرفی رو. و من آیاتی، باز فرمود خلق السماوات والارض. تمام آسمان و زمین، تمام آسمان و زمین الله میفهمه من خلق کردم. و اختلاف السنتکم، زبان ها رو نگاه کنید که چه دنیایی. این همه زبان از کجا ایجاد شده؟ این اختلافات زبان ها، این زبان های مختلف با رنگ های مختلف، شکل های مختلف، که هر کدوم از این یک برنامه میطلبه، نه یک برنامه، یک مجموعه برنامه میخواد. ان فی ذلک لآیات للعالمین. این نشانه هایی است در این اختلاف زبان، اختلاف رنگ، آفرینش آسمان و زمین. این نشانه ها رو کی میفهمن؟ عالمین، کسانی که علم دارن. اینه که ما تأثیر علم، تفکر، تدبر، تعقل رو در نشانه های الله متعال کجا میبینیم؟ اونجایی که الله تعالی فرمود انما یخشی الله من عباده العلماء. کیا بیشتر از الله میترسن؟ کیا بیشتر به فکر الله تعالی هستن؟ کیا بیشتر با الله تعالی رابطه دارن؟ اونایی که علم دارن، میفهمن. اونی که میدونه که این حرف یعنی چی. اونی که میدونه که وقتی الله تعالی میفرماید آفرینش آسمان و زمین یعنی چی. و من آیاته منامکم باللیل، خواب شما. خود همین خواب یک عالمیه، یک دنیاییه. ما خوابیدیم، نصف دنیا رو میگردیم، با مرده و زنده رفت آمد داریم، سلام علیک میکنیم، احساس درد میکنیم، احساس شادی میکنیم، احساس لذت میکنیم در خواب. میریم میایم. این دنیای خواب تقی به تقی خورده و تصادفی ما این همه شگفتی در خواب میبینیم. خوابی که قراره چند سال بعد اتفاق بیفته، یک اتفاقی قبلا میفته، این همون فیلمی شما 10 سال قبل میبینیم. کی این فیلم به ما نشون میده؟ کی اینها رو برای ما نظم میکنه؟ کدوم؟ چی؟ همینجوری خود به خود سنگ به سنگ خورده و این سنگ انقدر عقل و در کشور داره که برای ما داره نقشه میکشه. یک فکری هست، یک تدبیری هست، یک قدرتی هست، یک نیرویی هست. اون نیرو همه چی رو کنترل میکنه. 200 سال پیش شما اشاره فرمودید که ما انسان‌ها هیچ کدوم روی زمین نبودیم. دقیقاً. هیچ انسانی 200 سال پیش از اونایی که الان هستن روی زمین نبودن. دقیقاً. و 200 سال بعد هم هیچ کسی از آنانی که هستن الا من شاء الله کسی نخواهد بود روی زمین. این دنیا نه مال گذشتگان بود، نه مال آیندگان. امام زمان البته بوده دیگه. این هم از همون کسانی است. این زایده همون فکرهایی است که باز میخوان ایده رو میرسیم بهش در بحث صفات الله متعال و خلقت الله متعال. کسانی که در ایمان به الله متعال در انحراف رفتن. ما الان این دنیا بدون وجود ما، با وجود ما میگذره. 200 سال قبل ما نبودیم، اما خورشید بود، اما زمین بود، اما آسمان و زمین با همین نظم و شگفتیش بود. دقیقاً. ما هم باشیم یا نباشیم فردا خورشید طلوع خواهد کرد و غروب خواهد کرد تا روز قیامت. این دنیا یک عقل مدبری داشت که من و شما نیستیم. ما نبودیم، ما خودمون نبودیم. 50 سال پیش من که 35 سال پیش نبودم، شما هم همینطوره. 100 سال پیش، 200 سال پیش هیچ کدوم از ما نبودیم. ما نبودیم، بلکه یک عقل مدبری بود که ما رو هم آورد و ما وقتی که بریم او باز خواهد بود. ما میریم اما او خواهد بود. ما از این دنیا میریم ولی جای دیگه میریم. ما از بین نمیریم. ما محالا هستیم. ما میریم یه جای دیگه میریم. اما در این دنیایی که الان دور بر ماست و نشانه های الله متعال است، ما در این دنیا نبود. باز الله متعال میفهمد ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. کسانی که گوش میدن نه به معنی که از اینجا بشنون از اینجا شوتش کنن بیرون. گوش میدن یعنی سراپا در فکر میکنن. گوشی شنیدنی که تاثیرگذار است. ادامه داره و من آیاتی، بعد الله متعال میفهمد رعد و برق، باران، خود زنده شدن دنیا، خود همین که در زمستان همین چی میمیره دوباره زنده میشه.
فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتى. درباره ایمان به قیامت به این موضوعات بیشتر میرسیم که باز در بحث خود یکی از علائم وجود الله متعال بحث مردن و مرگ و زندگی و چرخه مرگ و زندگی است. با آیات مختلف الله متعال در پایان خلاصه میفهمد که تمام آسمان و زمین از الله متعال و هر گوشه ای از آسمان و زمین ما نگاه بکنیم، تفکر بکنیم، تدبر بکنیم، یک فکری هست، یک نیرویی هست. هر حیوانی میدونه که چیکار بکنه. یک دانه شما در زمین میکارید، در یک خاک، یک آب، یک هوا. مثلا اینجا 1 متر، اینجا 1 متر این برتر، 1 متر این برتر. زمین همون زمینه. یک دانه کاشتید میشه برنج، یک دانه دیگه میکارید میشه گندم، دانه دیگه میکارید میشه گوجه فرنگی، دانه دیگه میکارید یک دفعه در میاد برای شما سبزی. این طرفتر دانه میکنیم سیب در میاد، اون طرفتر دانه میکنیم پرتقال در میاد، این طرفتر دانه میکنیم یک چیز دیگه در. و فی الارض قطع متجاورات. الله تعالی میفرماید زمین های کنار هم هستن. آخر آیه میفرماید در سوره رعد که اونم باز یکی از سوره هایی است که واقعا جای تأمل و تدبر داره. این باب سوره رعد در خصوص سوره نحل، عزیزانی که میخوان در این باب بیشتر تفکر و تأمل کنن، میفرماید زمین های کنار هم یسقا بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل. یک آب همشون، اما مزه این یک چیز، یک مزه خاک، اون یک چیز. زمین، یک آب، یک خاک، یک زمین، رنگش فرق میکنه، مزهش فرق میکنه. این از کجا میدونه این دونه که من باید این رنگی بشم، اون باید اون رنگی بشه، من باید ساقم این مدلی بشه، من باید میوه‌ام رو این فصل بدم، من باید شکلم اینقدر بشه، طولم چقدر بشه، عرضم چقدر بشه؟ این از کجا میفهمه؟ این یک الله تعالی وقتی حضرت موسی علیه السلام رو معرفی کرد چی فرمود؟ اون کسی است که هر چیزی رو خلق کرده ثم هدی و برای هر چیزی یک برنامه گذاشته که خودش بدونه که چطور رشد بکنه، چطور خلق بشه. تشکر. سلام باش. جزاكم الله خيرا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني